شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین. شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. در روز تشییع پدر من تمام مانیتورهای بیض زهرا خاموش بود. ما میفهمیم چرا. چون آمارایی که شما میدین دروغه. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلین. شما ندا آقا سلطان رو کشتین. شما پویا بختیاری رو کشتین. شما ستار بهشتی رو کشتین. شما نوید افکاری رو اعدام کردین. شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتین. شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود. پدر من خوزستانیه، من نمیتونم از خوزستان نگم. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدرد، میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک بهونه جدید حق زندگی رو ازش می‌گیرید. ما از شما بیزاریم. ما از شما بیزاریم. ما از شما تنفر داریم. ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه. بترسید. بترسید از آدم‌های شبیه من که خشمشون داره از قدرت شما بزرگتر میشه. من نمیترسم دیگه از شما. من دیگه چیزی برای ترسیدن ندارم.